سلام، من آینزه کاشانی‌زاده هستم. اینجا قسمت دوم رادیو در مسیر یا رادیو آن د ویه. امیدوارم قسمت قبلی رو گوش داده باشید و ازش خوشتون اومده باشه. منتظر نقد و انتقادات شما هستیم و بریم که راجع به این قسمت توضیح بدیم. توی اپیزود قبلی من راجع به ماهای گذشتم صحبت کردم توی زندگی توی ایتالیا و یه نگاهی هم به ارتباطاتی که اون اوایل تشکیل شده بود برام صحبت کردیم و در نهایت راجع به اهمیت به ثبات رسیدن توی کشور غریب و تجربه‌ای که تازگی‌ها کشفش کردم توی خودم صحبت کردیم. اما توی این قسمت میخوایم راجع به کار پیدا کردن، زبان و احساسی به نام امنیت در غربت صحبت بکنیم. در آخرم چند تا از موزیکایی که شما برامون فرستادین اونا رو پخش خواهیم کرد و بریم که داشته باشیم. When you're smiling, when you're smiling, the whole world it smiles with you. زبان ایتالیایی، یا بذار اینطوری اصلا شروع کنیم که چرا ما نیاز داریم زبان هر کشوری رو یاد بگیریم، جایی که توش زندگی میکنیم و یاد بگیریم. میرسیم به این که خب ما نیاز داریم ارتباط برقرار بکنیم، ما نیاز داریم که با آدما صحبت بکنیم و این صحبت کردنه و کانکشنی که به وجود میاد باعث میشه که یک، ما حال روحی بهتری پیدا بکنیم به مرور، دو اینکه آدم‌ها در روابط به وجود میان و خب خیلی از موفقیت هایی که آدم‌ها کسب میکنن نتیجه کانکشنن. خیلی از کسایی که جاب آفر پیدا میکنن، کسایی که یه اپورتونیتی خوب پیدا میکنن توی شرکتی، توی دانشگاهی، چه میدونم مقاله چاپ میکنن، پژوهشگرن، هر چیزی. ما نیاز داریم که صحبت کنیم اول. اما مسئله‌ای که وجود داره، آره خب ما صحبت میکنیم اما زبانه. قطعا اینجا کسی فارسی صحبت نمیکنه، یعنی کسی که مقیم باشه شاید صحبت بکنه، اما ایتالیایی اینجا که فارسی صحبت نمیکنه در درجه اول. در درجه دوم توی اکثر شهرهایی که من میشناسم بسیار ناسیونالیسمن و ترجیح میدن که به زبان ایتالیایی صحبت بکنن و خیلی تعدادشون کمه اونایی که انگلیسی باید صحبت میکنن. چجوری تو وطنمون اینقدر غریبیمون، چجوری تو غربت اینقدر مریض. من و تجربه غرب و شهر، اینو ترجمه فضاش خط به خط. بگو بره بگو بره بگو بره بگو بره این لعنتی از کلت. بگو بره بگو بره بگو بره بگو بره این لعنتی از کلت. از فرش تا عرش چند تا نکته است که صحبت میکنم دربارش. گرچه یادگیری انگلیسی خیلی به نظر میرسه برای ایتالیایی ها دشواره، اما چیزی که من تا حالا توی این مدت دیدم اینه که توی شهرهایی مثل میلان، مثل روم و چند تا از شهرهای شمالی دیگه پیدا میشه ایتالیایی هایی که به زبان انگلیسی کاملا مسلطن. و من توی تجربه‌ای که داشتم به سفر روم و خیلی برام جالب بود این بود که انقدر تعداد توریست ها و مهاجرین اونجا زیاد بود که خود ایتالیایی ها اول باید انگلیسی صحبت میکردن، بعدش اگه میفهمیدن مثلا ایتالیایی هستی باید ایتالیایی حرف میزدن و خب این خیلی برای من جالب بود. یه مسئله دیگه هم هست، خب به مرور زمان مثلا آدما نیاز دارن کار بکنن. من خودم الان یه مدتی دنبال کارم و این زبان بلد نبودنه یه ایتالیایی یه ذره برای من مشکل شده. یعنی فرصت‌های شغلی که من پیدا می‌کنم توی شهری که حالا هستم، گفتم فکر کنم تا اپیزود قبلی، یک مقدار نسبت به بقیه شهرها سنتی ترن توی از
وسط ایتالیا تا رو به پایین اکثرا سنتی ترن و بیشتر روی زبانشون مانور میدن و خب خیلی برای من سخته یه مدت کار پیدا کردن به خاطر ایتالیایی بلد نبودن. خب من مثلا خب الان قطعا یه مدتی اینجا زندگی میکنم تا مثلا سطح A1 A2 میتونم ایتالیایی صحبت بکنم، اما یه خاطره جالبی هم که میخوام براتون بگم، من پریروز رفتم دنبال کار، یه کافه‌ای بود و ایتالیایی شروع کردم باش حرف زدن و راجع به شرایط کار و اینا میپرسیدم. من داشتم ایتالیایی صحبت میکردم ولی خب سلیکس که صحبت نمیکردم. خانم فهمید که من ایتالیایی نیستم، مهاجرم. خودش کانال رو عوض کرد، یهو شروع کرد انگلیسی با هم صحبت کردن. بعد گفتم خب شرایط مثلا ساعت کاریش چطوره، حقوقی که میدین چقدره، و در اومد به من گفت که چون تو ایتالیایی خیلی خوب حرف نمیزنی ما به تو 700 یورو میدیم، کارم تمام وقته، یعنی 8 ساعت کار هر روز و 700 یورو بهت میدیم. و این خیلی منو تمام اون روز منو خراب کرد تقریبا، چون چندین جا رفته بودم و این برخوردام شده بود، خیلی حالم بد کرده بود. حتی مثلا بچه‌های دوستام که توی شهرهای دیگه زندگی میکنن بهشون گفتم آره دنبال کار میگردم، اونا گفتن خب برو مکدونالد، چرا نمیری مکدونالد کار بکنی؟ من رفتم مکدونالد اینجا و به من گفت که ما زبان انگلیسی اصلا برامون اهمیت نداره و شما باید C1 زبان ایتالیایی داشته باشید. خلاصه این از این. اما با همه اینها این راه حل داره، چون که خود دانشگاه کلاس‌های زبان میذاره، خود شهرداری، یعنی اکثر شهرهایی که من ازشون خبر دارم هم توی ایتالیا، هم توی آلمان، هم توی هلند، هم کشورهای دیگه، شهرداری معمولاً موظفه و یه سری کلاس ها میذاره و آموزش میده زبان اون کشور رو. گرچه حالا مثلا یه ذره سخت تر میشه، چون از انگلیسی اول باید بلد باشی که بعدش بتونید یاد بگیریم، چون معلمشون انگلیسی صحبت میکنه معمولا. چیز دیگه که راجع به زبان میخوام بگم اینه که خب آره ما میتونیم این زبان رو یاد بگیریم، اما مسئله‌ای که هست چقدر میخواین توی یه کشور بمونین که زبان اون کشور رو یاد بگیریم. مدت اقامتتون خیلی مهمه، یعنی اگر که کسی مثلا تصمیم میگیره که چه میدونم مهاجرت بکنه به آلمان و بدونه که جای دیگه ای مثلا تا 5 سال 6 سال آینده قرار نیست بره، به نظر من اون آدم باید زبان یاد بگیره. و خب من آلردی الان 1 سال و 8-9 ماه مونده و من فکر نمی کنم خیلی بخوام روی زبان ایتالیایی مانور بدم، چون که دارم شروع میکنم یعنی هنوز شروع نکردم، میخوام شروع کنم به داچ خوندن، زبان داچ یا آلمانی، هنوز تصمیم نگرفتم. و از طرف دیگه هم میخوام دوباره شروع کنم انگلیسی خوندن و نمره آیلتس همون ببرم بالاتر، چون میخوام بر مستر اقدام بکنم، نیازش دارم. اینطوری از خلاصه این بحث زبانه و یه ذره درگیری رو برده. اگه سنگ بیاد از آسمون ببنده راهمون و ابرای تیره باز بگیره راه نور و بشه به تارمون، زمین و آسمون من عقب نمیکشم، فریاد میکشم تو روت نمیکنم سکوت، خورشید من دیگه نمیکنه غروب، رنگ میگیره خیلی زود دوباره آرزوم، چون من عقب نمیکشم. خلاصه میخواستم براتون راجع به کار بگم که وسط حرفام گفتم و یه تاپیک دیگر رو بهش اختصاص نمیدم، اما
حقوق‌ها اینجا خوبه. یعنی یک فردی که دانشجوه در طول تحصیل میخواد کار بکنه هفته 20 ساعت میتونه کار بکنه و خب میگم متغیره نسبت به شهر و جایی که کار میکنه. من مثلا اینجا گفتم فول تایم میگه 700 یورو و خب این یه چیز منطقی نیست، چون که الان اوریج اصلی روی 1000 تا 1200 است. معمولا هم ساعتی 8 یورو تا 10 یورو و بیشتر. حالا اگر که کار تخصصی باشه باز همینطور بیشتر، یعنی ممکنه یک فردی که چه میدونم رشته ساختمان داره توی شرکت های معماری و عمران داره کار میکنه، ماهانه هولوهوش 4000 تا 5000 تا 4000 تا کمش و بیشتر در بیاره. و خب از لحاظ مالی این خیلی ساپورت کننده است و مخصوصا برای بچه‌هایی که فارغ التحصیل شدن و الان یک مدرک دارن، مدرک لیسانسشون گرفتن، چه حالا از ایران چه کشورهای دیگه، خیلی راحت‌تر میتونن کار بکنن، کار ریموت برای مثلا بچه‌های کامپیوتر، کار راحت میتونین استخدام بشی. اما خب پروسه اپلای کردن برای کارهایی که توی شرکتن و تخصصی‌ان یه مقدار نسبت به ایران طولانی تره. یعنی چندین تا مصاحبه برای شما میذارن، یکی منابع انسانی ببینه، یکی مثلا یه پروژه میارن بالا ازت میخوان که نمیدونم فلان جاشو تغییر بدی، توضیح بدی، روند کار رو بگی و چندین تا مسئول باید صحبت میکنن تا مثلا بعد از یعنی بگیم 3 هفته 2 هفته تو موفق بشی این کارا رو بگیری. حقوق و مزایای خیلی زیادی داره و از وقتی که شما میره براتون مالیات رد میشه، میتونین راحت ماشین بخرین از طرف شرکت، یعنی قسطاشو شرکت پرداخت بکنه و اینکه خب وقتی براتون مالیات رد بشه میتونین خرید اقساطی خیلی راحت‌تری داشته باشین، بیمه سلامت و بیمه این داستانا. در کل خیلی خوبه دیگه، چی بگم. Some of summers past, and the way we'd walk and we'd hold hands, and the world would pass us by. But we امنیت در never غربت. cared or you. میخوام راجع به این صحبت بکنم چون که بعد از اینکه من مهاجرت کردم به طرز فاجعه‌ای تا 6-7 ماه گذشته من میترسیدم تنهایی برم بیرون. یعنی نه که میترسیدم، دست خودم رو نمیگرفتم ببرمش بیرون. اگه دلم میخواست برم بیرون تنهایی نمیرفتم و خب اون اوایلم دوستا و همخونه هایی داشتم که اونا هم همین شرایطو داشتن و هیچ کدوممون تنهایی نمیرفتیم بیرون. من آدم اینطوری نبودم توی ایران، یعنی خیلی وقتا اینطوری بود که مثلا چه می‌دونم یه کافه یا مال جدید باز شده بود، من مثلا از توی اکیپمون من اولی رفته بودم، خودم تنهایی گشته بودم، سر و تهش رو درآورده بودم و توی مکالماتمون اینجوری میشد که آره فلان جا رو بریم دوباره با هم. من رفتم خیلی خوبه خلاصه، ولی اینجا این کارو نکردم تا مدت زیادی. یعنی یه جورایی با خودم قهر بودم و وقت نمیذاشتم برای خودم که خودم ببرم بیرون و اجازه بدم لحظه رو درک بکنم، اجازه بدم از زندگی لذت ببرم. خودم محدود میکردم چون میترسیدم. بعد از همه اینا من شروع کردم به سفر رفتن توی کشور غریب. اون قورباغه مورد نظر قورت دادم و دوباره شدم اون آینازی که انتظار داشتم از خودم. رفتم سفر، جاهای زیادی رو گشتم و مهمترین سفری که روی من این حال من خیلی تاثیر گذاشت همون روم بود. چون تا قبل از روم من تجربه اینو نداشتم که توی اون کشور بتونی اونقدر عمیق ارتباط برقرار کنی با آدما. یعنی چون با من انگلیسی صحبت میکردن به من خیلی حس خوبی میداد
احساس میکردم با من بدرفتاری نمیشه، احساس میکردم به من احترام گذاشته میشه، احساس میکردم که بخشی از اون جامعه غریب میتونم باشم، میتونم پذیرفته بشم. بعد از اینکه از روم اومدم شهر خودم، دیدگاه هم اینجوری شده بود که آها، من مشکلی ندارم توی این شهر، چون صرفا نمیتونیم با هم صحبت بکنیم. مخاطبم آدم های این شهره. شماها به اندازه آدمایی توی پای تخت پیشرفته نیستین و انتظاری ازتون نمیره و اشکالی هم نداره. از دو دنیای متفاوتین. این خیلی نرماله که راجع به کشور من، راجع به مشکلات من و هر چیزی که راجع به هموطنای منه نرماله که چیزی نبود. شما توی دنیای خودتون بودین یه مدت طولانی و این تغییر برای این شهر جدیده. من شما رو درک میکنم و شما هم به مرور یاد میگیرین که من درک بکنین. تعداد مهاجرا داره بیشتر میشه اینجا. آدم‌های بیشتری دارن اپلای میکنن به این شهر. همین مهر آینده‌ای که داره میاد، من نمیدونم نزدیک 500 تا 600 نفر فقط ایرانی داره میاد. فقط ایرانی و قطعاً آمار اینترنشنال خیلی بیشتره. این خیلی به حالم خلاصه کمک کرد و بعد از اون با خودم و شهری که توش هستم و خونم و همخونه‌ایام و اینا یه مقدار آشتی کردم. و خب تجربه اولی که من داشتم از همخونه ایتالیاییم خوب تموم نشده بود و من یه ترسی افتاده بود اون اوایل به جونم که اینا منو نمیخوان، اینا آدم ایتالیایی هن. اما اینطور نبود. صرفاً نمیتونن درک بکنن، تا حالا براشون نبوده که یه عالمه آدم بیاد توی شهرشون که زبانشون متوجه نمیشن. و این یه مسئله‌ایه که تمام بچه‌های اینترنشنال دارن باش سر کله میزنن هر روز و به مرور داره بهتر میشه. الان من یادم از روز اولی که رفتم سلف و طرف داشت به زمان ایتالیایی هم میگفت پولو فورماجو این داستانا، الان به من میگه چیکن. Do you want chicken؟ و این خودش خیلی پیش رفته، ارتباط قوی تر میشه و به مرور حال همه بهتر میشه و اون حس امنیت رو آدم کم کم یاد میگیره. یه جایی به بعد متوجه میشه که خیلی خیلی شرایط تغییر کرده، بهتر شده و بهترم خواهد شد. چون اینجا وقتی میری بیرون کسی نیست که به تو گیر بده. تا ساعت 1 شب هم بیرون باشی هیچ اتفاقی برات نمیفته. حمل و نقلت مشکلی نداره. کارها روی رواله، هر چیزی سر جای خودشه. از تو بگیر تا نمیدونم گربه‌ای که تو خیابون رد میشه و همسایه‌ها براش غذا میذارن. همه چیز به مرور بیشتر جا میفته هر چقدر زمان میگذره. یعنی یکی از چیزایی که توی مهاجرت آدم واقعاً باید از یه جایی تأمل بکنه راجبش، این صبور بودن است. این صبور بودن وحشتناک مهمه. اون اوایل واقعاً باید صبر بکنی برای همه چیز، برای اینکه به تعادل برسی، برای اینکه زندگیت بیفته رو روال، برای اینکه یاد بگیری چجوری درستو بخونی، یاد بگیری چجوری با آدم ارتباط برقرار کنی، یاد بگیری کجاها بری، کجاها نری، با کیا بشینی، چجوری صحبت بکنی. یعنی یه پازل خیلی بزرگه از وقتی شما مهاجرت میکنین تا کاراتون دوباره میفته روی روال و وقتی که بیفته روی روال سرعتش اونقدر زیاد میشه که خودتون از حجم کارهایی که همه رو دارین با هم انجام میدین، همه اینا رو بلدین، دارین زندگیتون رو جمع میکنین، شگفت زده میشین. آی فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته این بگو خونه بار کدوم وره، خونه بار کدوم وره، خونه بار کدوم وره. کمک کنین حلش بدیم
کدوم چرخ ستاره پنجره رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره، گلدون سرد و خالی و بذار کنار پنجره، بلکه با دیدنش یه شب وا بشه چند تا حنجره. به ما که خسته این بگه خونه بار کدوم وره، خونه بار کدوم وره، خونه بار کدوم وره، خونه بار کدوم وره، خونه بار کدوم وره. فکر میکنم برای این اپیزود کافی باشه که از تجربیاتم گفتم. دوباره میام صحبت بکنم. اگر موضوع مورد نظری دارین که اپیزود بعدی راجبش صحبت بکنیم، خاطره‌ای میخوایم بگیم، به ایمیل رادیو آن د وی یکش رو فراموش نکنین @gmail.com ایمیل بدین، برای ما کامنت بذارین، نظراتتون رو بگین. کسایی که حالا پیج اینستای منو دارن که همین اسم چنل یوتیوب رو شما سرچ بکنین، اکانت های اسپاتیفای همه اسم یکیه، همونو سرچ بکنین. توی اینستا دایرکت در خدمتتون هستم و موفق باشین. آخ بمیرم چشم ستاره کور شده، برگ درخت باغمون زباله سپور شده، مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده، کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره. به ما که خسته این بگه خونه بار کدوم وره، خونه بار کدوم وره، خونه بار